اینجا که من اینو خوندم دست حمد شکر کشیدم به روی خودم و گفتم خدا رو شکر، پس نظر محبتش با ماست نه نظر دیگه ای داره. باز یه جای دیگه تو همون کتاب دیدم که نوشته که هر آن مصائب، آفات، رنج و آزارهای عیان و آشکارا که شما را دامنگیر است، اونها جز نتایج محبت و شفقتهای من برای منتهای خیر و خوبی شما چیز دیگر نمی باشد. باز بیشتر احساس علیبی از اون تاریخ دیگه به طمع مال دنیا کار نکردم، دنبال تراکتورها نرفتم و فقط یکیم که آمد و خواهش که براش کار کنم به قدری که او پول داد گرفتم، نه به قدری که خودم دلم بخواد. Reel 64 هرچی میدادن میگرفتم و اتفاقا از اون تاریخ دیگه برای من خیلی خوب شد. همه منو دوست میداشتن، همه کار منو میخواستن، ولی من کار هیچ کسو نمیخواستم. کارم برای هر کسم میکردم، نه این که فکر میکردم برای او میکنم، فکر میکردم دارم برای خدا میکنم. همچون که هر کدومشم که اظهار تشکر میکرد گفتم شما برای چی اظهار تشکر از من میکنید؟ من برای شما که کار نمیکنم که شما اظهار تشکر از من میکنید. گفتم برای کی میکنیم؟ گفتم برای خدا، نه برای خدا. و اتفاقا از اون تاریخ دیگه به قدری برای من وسیله فراهم شد که حتی در تاریخ 62 سنه 62 که حضرت بابا اجازه درسن به همه دادن هم موفق شدم رفتم زیارتشون و واقعا در اون زیارت هم خیلی میتونم بگم جای همتون سبز بود، خوش بودیم و خوش گذشت. و همچون هم بود که البته این هم مخفی نباشه که در کشتی یک دفعه یه صدایی هم اومد و گفتن بم انداختن، بم بوده، همه زهرشون رفت، همه رفتن بالای کشتی، همه چیزایی که کول میکنن بندن برای که غرق شدن نرن زیر آب، اونا هم گرفتن بستن. ولی بنده هم با این که بسته بودم مثل این که پشتم به کو بود و یه دفعه گفتم که خوب همم حالا هر کسی کتاب قرآنش قرآن خون قرآنش میخونه، انجیل خون انجیلش میخونه و همه رو به خدا واسطن، زن و مرد و بچه دارن التماس به خدا میکنن و نگاهشون به کشتی کنن که غرق میشه. من یه دفعه یادم افتاد که چرا اسم بابا رو یاد نکنم. شاید سه که یاد کردم یه دفعه مژده رسید که خبری نیست و این بم به دیوار تویی اصابت کرده، به دیوار بیرونی اصابت نکرده که سوراخ کنه و کشتی رو غرق کنه. همه خوشحال باشید. و واقعا در اون سفر هم که رفتیم زیارتشون در راه برای رفتن هم بازی همچون جلوهی فرمودن که واقعا اگر هر کسی بود اونجا میفهمید که چه هنگامه‌ای بود و چه بعد از اون هنگامه که همه انتظار مرگ میکشتن یه دفعه چه ماجده خوشحالی به همه رسید. بله و بعد از اونم دیگه آمدیم احساسات خیلی Continuation of 64 بله در تاریخی بود که یادم نیست که چند مرخص بودیم که حضرت بابا تشریف آوردن یزد. البته چون خودشون فرد Reel 65 در تاریخ حال یادم نیست درست چه سنه‌ای بود، تقریبا چند سالی بعد از اینکه از خدمت حضرت بابا مرخص شده بودیم خود حضرت بابا تشریف آوردن یزد. ولی واقعا ما خیلی
انتظارشون رو داشتیم، خیلی هم خوشوقت شدیم که تشریف آوردن یزد. چرا که اگر به ما نمی گفتن که هندوستان نیایید، هیچ وقت ما تا به طاقتی که در یزد بمونیم نداشتیم. شاید رو دوم و سوم و چهارم برمیگشتیم، اما این فرمایش ایشون مانع از رفتن ما شده بود ولی انتظارشون داشتیم و وقتی هم اومدن خیلی خوشحال شدیم. 5-6 روزی هم، حالا یادم نیست، 5 روز 6 روز یزد تشریف داشتن و ما هر روز خدمتشون میرسیدیم و یه روزی هم که خواستن فرمودن که من باز به شما دستور میدم که کی بیایید و اون وقت که میخوام بیایید کاغذ مینویسن. ما انتظار ماندیم همینطور تا 62 که اون وقت پیغام رسید و رفتیم خدمتشون و واقعا خیلی هم خوش گذشت. البته یزد که تشریف آورده بودن، من چون میخواستم خدمتشون باشم همیشه ایراد کردم که من اینجا باید زراعت کنم، زراعتم استفاده نداره. فرمودن که زراعت بکن خوبه، منتها دست حرون توش نبر. خب اینم البته فرمایشی بود که هم میخواست منو قانع کنه که بمونم، جواب داده بشه، مجبور بشه بمونم و همینم که برای آیندهم هیچ وقت دست حرون رو به کار هیچ کاری نبرم. البته بازم تکرار میکنم که ایشون همیشه با من بوده و هست و همیشه هم به من همراست و خیلی جاها بهم کمک میکنه، خیلی بارها کمک کرده. همچنین که یک دفعه یک راننده گفت که من گواهینامه ندارم. حالا من پر دستش نشسته بودم، من گواهینامه داشتم ولی همراه نبود. گفتم خیلی خوب بابا، تو که نداری، که اصل نداری، بشین کنار، من میشینم جای تو. ولی خود من داشت میتپید که حالا اگه به منم گفت چی بگم حالا بهش. اتفاقا عکس حضرت بابا رو سینه‌ام بود، از این کوچیکایی که میزنن به سینه. و وقتی که افسر گفت نگهدار بیا اینجا، ما باید گواهینامه رو گیریم رو دستمون بریم، هیچی نداشتیم دیگه. این میدونست باید که گواهینامه همراهمون نیست، ولی در عین حال نپرسید که کو گواهینامه. اینجا بابا رو من کاملا یادمه که یاد کردم چون میدونستم حالا شبم هست. Reel 66. Begin. چون میدونستم شبم هست و اگر پلیس خواست ما نگه داره با تا صبح بمونیم، بیرون شهرم بود، ناراحت میشدیم. ولی از اونجایی که بابا میخواست، چون عکس بابا اتفاقا اون روز تو سینه من بود، پلیس تا نگاش من بیفته علاوه که بگه کو گواهینامه، گفت این عکس چیه؟ گفتم عکس یکی از خدارستاست در هندوستان به نام حضرت مهر بابا. گفت که این چه کار میتونه بکنه؟ گفتم تمام کارا رو میتونه بکنه. گفت مثلا گوش میفرماد یه وقت شهوتم بهت غلبه کرد، نام منو یاد کن و آسوده باش. و نمیخوای شما میتونی خودت این عمل رو امتحان کنی، اسم بابا رو یاد کنی. تا این حرف زدم این خیلی خوشش اومد و بلند شد، دست منو گرفت و فشرد و خداحافظی کرد و بنده مرخص شدم. و واقعا اینقدر بهم این قضیه اثر گذاشت که تا 2 ساعت دل من از ذوق میلرزید که واقعا چه قدرت مهمی و بسا این کارا شده. تنها یکی نیست، خیلی پیش آمده رو حضرت بابا برام میسر کرده، آسون کرده، خیلی خیلی از شماره رده، ولی اونا رو سرتون درد نمیارم. و موضوع تاریخ 62 هم بهتون بگم که چون ما نظرمون این بود که دیگه اونجا که رفتیم بگیم حالا بعد از
چندین سال حالا اجازه دادی که بیایم خدمتت، خواهش میکنیم که اجازه بده تا همینجا بمونیم. همین تا رسیدیم مثل این که دل ما رو خونده بود، فوری فرمود 4 روز اینجا در سن هست میمونی و بعد از اون فوری حرکت میکنی رو به خونه. این فرماشش دیگه مثل موری که میزنن کاغذ به دل ما چسبید و اراده ما شد اراده او، چاره‌ای نداشتیم. در صورتی که واقعا وقتی که ما از خدمتش مرخص شدیم و اومدیم در ایران 2 مرتبه، به قدری باز اون صفای اونجا بهمون اثر گذاشته بود که ما کاملا مثل این که خیال میکردی در بهش در اومدیم به مرتبه تو جهنم، ولی چاره‌ای نداشتیم. اما بازم خیلی ازش تشکر میکنیم که صفایی که در ذکرنامه او بهمون دست میده تمام غمها رو زایل میکنه و خیلی خوشوقتیم. بازم تکرار میکنم از لطفشون بی اندازه تشکر داریم و شکرگزاریم. واقعا درباره من تنها که خیلی لطف فرمودن، بی اندازه ازشون تشکر دارم. کور و شرمنده‌ام خدمت همه شنونده ها و بیننده ها جای بابا میکنه. Reel 67. Begin. این جانب ایران زنده نور، همسر خدایار توس و من بابا اول که بابا رو نمیشناختم و در کوچکی خیلی مثل یک کسی بودم که گم کرده داشتم. در این گم کردگی سالها طول کشید. هر جا میرفتم، معبد میرفتم، این طرف اون طرف، نه نیاز، نمیدونستم من چی میخوام و فقط گم کرده داشتم تا اینکه با خدایار آشنا شدم. و خدایارم که آشنا شدم رو اصل این بود که نمیخواستم شوهر کنم و عشقمون توسط همین گفته های بابا خدایار با من صحبت میکرد. با هم به توسط عشق بابا ما اصلا عشق زناشوییمون شروع شد و تا مدت ها بابا رو به گوش من میخوند، میگفت. من باورم گاهی وقتایی باورم میشد، گاهی وقتایی میگفتم راست میگه، گاهی وقتایی میدیدم مثلا از کارهایی که میکنه غیر عالم عادی هست باورم نمیشد، گفتم دروغ میگه یا مثلا تظاهر فلانه. تا بالاخره خودم کتاب‌ها رو زیر رو کردم، از حافظ، از اینور از اونور و اومدم جلو که اومدم و دیگه همچی شدم عادی که بابا آشنا شدم. به هر چی میخواستم مثلا میگفتم بابا بهم میداد، یعنی درست میکرد، درست میشد. و خودم مادر که نداشتم از کوچیکی و فامیلم که داشتم از اون دور بودن. همچنون او هر موقعی که ناراحت میشدم، یه چیزی میخواستم، یه کاری داشتم، فقط به بابا رجوع میکردم. بابا پدرم بود، بابا مادرم بود، بابا همه کسم بابا بود و هر چی هم میگفتم برام درست میکرد. یعنی اون چیزی که میخواستم میشد، ناراحتی داشتم. تا گاهی وقتی مریض بودم، اینجا در شیراز غریب بودم، مریض میشدم و تا بابا رو یاد میکردم، در ناراحتی بابا رو یاد میکردم، میدیدم بابا رو صندلی، اینجور صندلی نشسته از باب. Reel 68. Begin. موقعی که مریض میشدم تا بابا رو یاد میکردم، میدیدم رو صندلی نشسته، از بالا میاد پایین به دست نوازش به سر و روم میکشه، مثل کسی که شفا بهم میده و دیگه خوب میشدم. تا حتی یک روز خیلی مریض شدم، هنوز نرفته بودم برای درشن بابا. یک روز خیلی مریض شده بودم، مریض سخت بودم، خیلی حالم بد بود و فقط منتظر بودم که بابا بیاد و فقط بابا رو میخواستم بیاد که فارغ بشم. چند دفعه دکتر رفته بودم، خوب نشده بودم، فقط منتظر بابا بودم و شب در خواب بودم، نه خواب بودم نه بیدار بودم، در همون عالم مریضی دیدم بابا اومد بالای سرم و این از
من بیرون آورد. اون پوست بدن منه همچین مثل کسی که بره‌ای که پوست میکنن همینجوری پوست بدن من از من بیرون آورد و اینجور کرد. گفتم هیچی نگفتم و بعد از چند روز دیگه خوب شدم. بله خوب شدم. بله خوب شدم و تا موقعی که رفتیم برای این منزلی که فعلا درش هستیم خریدیم اومدیم اینجا. بعد از 1 سال 2 سال رفتیم برای درشن بابا. همه رفته بودن و منم گفتم بابا اگه میلت هست من بیام درست کن من بیام. و هیچ اصلا خیالی هم نبودیم که بریم برای درشن بابا، یعنی من ببرم و باورم هم نمیشد که من میرم برای درشن بابا. و گفتم بابا اگر میخوای من بیام برای درشنت درست کن تا من بیام و درستم کرد و رفتم برای درشن بابا. جادون سبز خوب بود. این 4 روز که برای درشن بودیم اونجا و از بابا دوستا و تمام جاها تمام چیزا جدیدی آشنا شدیم دیدیم خوب بود. و برای برگشتن و همینجوره هر موقع که بابا رو یاد میکردم میدیدم و همینجور که تو در همین منزل که راه میرفتم گاها بهم دیدم بابا مثل که پشت سرم هسته. بابا با ایرج در این حیات در جاهای مختلف دیدم بابا راه میره حرف میزنه یا با اشاره یا با هر چیزی بهم دیدم بهم چی شده الهام شده. اولین بار که بابا رو دیدی چه حالتی داشتین؟ اولی باری که بابا رو دیدم هیچی دیگه اصلا هیچی من نمیفهمیدم کجا هستم. به اون عالمی که بودم خیلی خوب بود و نه که بگم حالا بیهوش شدم، نه فقط به اون عالم بودم و خودم پیش خودم گفتم خدایا اشخاصایی که زردشتیایی که تاریخ داشتن و میدونستن که اینجور بزرگواری باید بیاد رو دنیا و حالا کجا هستن بلندشن سر از خاک بردارن کسی که بله. Reel 69. Begin. سر از خاک بردارن ببینن و اشخاصی که سالها منتظرش بودن و حالا اومده رو دنیا و متاسفانه تمام گرفتار مادیات شدن و نمیدونن این جور بزرگواری که اومده صاحب 2 دنیا، نمیتونم بیشتر توضیح بدم، صاحب 2 دنیا. اون موقع در من تمام این در نظر من بود و خوشحال بودیم و میدیدیم ما این چیزها. خلاصه در گروه سنتر بمبایی درشن بابا کردیم، پابوسی کردیم و دیگه بعد در گروه پاسات بودیم. گروه پاسادم 1 روز بعد از ظهر بابا شخصا تمام ایرانی‌ها رو خواست و به همم دست عنایت سر همه کرد و گفت برید شما دیگه. وقتی که میخواستیم بیایم بیرون فقط من بیرون ما نمیتونیم بی تو زندگی بکنیم و بریم ایرون و نمیدونستم که این اتفاقا میفته و همونجا این حرف زدم. گفت که عیبی نداره همیشه منو یاد کنید و من با شما هستم، منو در نظر بیارید. خلاصه موقعی که میخواستیم بیاییم درشن تموم شده بود در گروه پاساد و میخواستیم بیاییم تمام رفته بودم، من هنوز اونجا بودم و نمیخواستم جدا بشم. این من دست داد و من نمیخواستم بیایم تا اومدم بمبایی. موقعی که اومدم بمبایی خاموش کنم بعدا صدا میاد میگم خاموش کنم. صدای این میگه یه خود بلندتر بگیرم جلو دهنم. آره حالا گفتم این زود رد میشه. آها جلو بگیرم. اجازه بدید من یادم بیاد چی بود.
Continuation of Rule 69. نمیخواستم از گروپاسات بیام، نمیخواستم از پلو بابا بیام. اینقدر اون حالت به من دست داد و هیچی نمیفهمیدم. خیلی سخت بود بهم. تمام داشتن خداحافظی کردن، همش به خدایار میگفتم خدایار من که نمیخوام بیام، چجور دلت میاد بریم ایران، چجور دلت میاد از بابا جدا بشیم بریم، بذار همینجا باشیم، همینجا بمونیم. و مجبور بودیم، بالاخره همه داشتن ایرانی‌ها داشتن بایی، ما هم مجبور بودیم بیاییم. منم مجبور بودم بیام و اومدم در بمبئی. در بمبئی اومدم، هر چی میگفتن بیاید بریم، مثلا میرشتم، نمیدونم این جاهای دیدنی میخواستن ما رو ببرن برای دیدنی، میگفتیم ما غیر از بابا هیچی نمیخوایم هیچ جا رو ببینیم. رفتیم در منزل کیخسرو و افسری رفتیم اونجا. من گفتم این حالت دارم، من نمیتونم برم ایران، من واقعا دارم دیوونه میشم، نمیخوام برم و الانم دارم اون حرف میزنم، اون حالت بهم داره دست میده و گفتم که این حالت دارم به کیخسرو و افسری گفت خب عیبی نداره، برمیگردیم پلو بابا، عیبی نداره. Rule 70. Begin. بله، اومدیم خونه کیخسرو و افسری با گفته هاش یه خورده نوازش به ما داد و گفت خیلی خوب، اگه خیلی ناراحت هستی میریم برای پلو بابا. با اتفاقا کیخسرو و افسری همه رفته بودن برای درشن بابا، کیخسرو و افسری نرفته بود برای درشن بابا. گفت خیلی خوب میریم. رفتیم، کیخسرو و افسری هم اومد. وقتی که رفتیم 2 مرتبه در پونه، از بمبئی رفتیم پونه. وقتی که رفتیم پونه دید که خبر بردن برای بابا گروپاسات که چند تا ایرانی ها اومدن 2 مرتبه برای بابا رو ببینن و اینا. بابام اتفاقا اجازه داده بود. همه رفتیم، از طرف عصری بود. رفتیم، وقتی که بابا رو دیدیم بابا خیلی زیباتر، خیلی وجیتر، خیلی انگار فرشته درست به صورت یک فرشته شده بود و 2 مرتبه تمام درشن کردن. خدایار بود، خداداد بود، برادر شوهرم بود و کیخسرو و افسری و من بودم. رفتیم تمام درشن کردم. من وقتی که بابا رو دیدم اینجور مثل فرشته شد 2 مرتبه، خیالی داشتم 7 دفعه دور بابا بگردم. 7 دفعه، 2 دفعه که گشتم دور بابا، دفعه سومی خودش اشاره کرد پام ببوس برو. به پای بابا رو بوسیدیم دیگه، اومدیم دیگه. مثل یه خورده باز تسکین قلبمون شد، یه خورده دیگه چاره‌ای نداشتیم، بنا بود بیاییم. اومدیم. وقتی که اومدیم ایران، همینجور نامه می اومد، نامه می رفت. 4 روز درشن در پونه که بودیم. 1 روز صبح ساعت 9:30 بود تقریبا، ماشین خود بابا که سوار می شد فرستاده بود در مسافرخونه زردشتی‌ها در پونه هست که اونجا سکنا داشتیم. فرستاده بود که دیدیم یک پریچری هست در پاکستان که ایرانی بلد بود، اومد گفت که ماشین اومده بره، هر چی زنا هستن برن برای درشن زنا رو ببینن، زنا برن زنا رو ببینن. ما گفتیم که هیچکی نبود اون موقع، هیچکی نبود، هر کسی رفته بود برای خریدی بیرون رفته بود، فقط من بودم اونجا. پریچر گفتم من که بلد نیستم. پریچر گفت من باد میام، بیا بریم. اونم با ما اومد. رفتیم در گروپاسات، در اتاق، در سالون. کار خودش از بابا در اتاق بود. من پشت اتاق افتادم، گفتن بابا در این اتاق هست. Rule 71. Begin.
اتاق هست. من اونجا پشت در اتاق افتادم و همون در آستانه در اتاق بوسیدم و دیگه اون از خودم بیخبر شدم، نمیفهمیدم چه. تمام زنها اومدن، مهرا، دکتر گوهر، منیجه خواهر بابا، تمام اومدن دست پشت سر من کشیدن و من بلند کردن نشوندن رو مبل. خواهر بابا رفت یک شربت گلاب درست کرد آورد به من داد من بخورم و من دیگه هیچی نمیفهمیدم، فقط بابا رو میخواستم، دیگه نمیفهمیدم کجا هستم. خلاصه هی میپرسیدن نام سوچی، میگفتم ایران، میگفتن نام سوچی، خیال میکردن میگم از ایران اومدم، میگفتن نام سوچی، میگفتم ایران. 2 دفعه 3 دفعه پرسیدم که اسمت چی هست، میگفتم ایران. خیال میکردن من از ایران میگم از ایران اومدم، میگفتم نه بابا نه اسمم ایران هست. خلاصه با همین چیزا یک ساعتی نیم ساعتی با اون خانه، با اون زنهایی که اونجا بودن، مهرا بود، دکتر گوهر بود و یک خانم بلندبالجی بود که درست اسمش نمیدونم کی هست، تمام اینا اونجا بودن. با اینا حرف زدیم، صحبت کردیم. اینا با اون حالت، با اون صحبتشون من از اون حالت یه خورده مثلا نوازش میکردن آوردن بیرون تا عصری. 2 مرتبه با همون ماشین برگشتیم آوردن مسافرخونه و مثل که چند تا زنهای دیگه بودن. بعدن درست یادم نیست همون روز صبح اومدن یا فردا صبح 2 مرتبه رفتن برای گروه پاساد زناره دیدن و دیدنی کردن و اینا. خلاصه چند روزی اومدیم ایران. در ایران هم که بودیم هم هر جا بابا رو یاد میکردم. خدایار وقتی مینشست ترجمه بابا میکرد، ترجمه بابا رو میکرد و خب من هرچی باشه زن بودم و بچه دار بودم، عیالبار بودم، ناراحتی پیشم میومد، تمام بابا رو یاد میکردم، تمام بابا رو یاد میکردم. خودش درست میکرد، خودش زندگی حالا کمکم کرده و تا حالا روبریم کرده، تا حالا هر جایی که در موندم تمام خودش یاد کردم، خودش درست کرده و واقعا که میبینم خیلی کمکم کرده، خیلی. یعنی زندگیم یعنی مال خودش بوده، وابسته به او هستیم و خودش پیش برده و جاش نیست که من حرفایی که بخوام بزنم نمیتونم بگم و همین بسه که بگم درست کرده. و چند دفعه خوابش دیدم. جلوتری که برم برای درشن بابا، بچه 3 حامله بودم. Reel 72. Begin. بچه 3 حامله بودم و شب بابا رو خواب دیدم. دیدم بابا سر یک ماشین، سر یک چوی هست، چایی موتور ماشینی چیزی هست اونجاست و هنوز بابا رو ندیده بودم. تا بابا رو دیدم خیلی خوشحال شدم که حالا بابا رو دیدم. گفتم بابا کی اومدی؟ ما خبر نداریم، خدایار خیلی میخواد تو رو ببینه، خیلی میخواد شما رو ببینه. گفت با اشاره ایجور کرد، گفت من همیشه نظرم به خدایار هسته، من با او هستم، او منو نمیبینه، من اونو دارم میبینم و همین جور هم هسته. تمام زندگیمون، تمام کارش، زندگی، رفتارمون، کردارمون خودش داره هدایت میکنه، خودش داره کمک میکنه. هر جایی در میمونیم، هر جایی چی میشیم، خودش داره کمک میکنه و خیلی کمکم کرده. از گفتن بیرونه. دیگه از کجا بگم؟ Continuation of Reel 72. Begin. اینجا خیلی مهم هسته که بابا، مثلا بعضی اشخاص ها میگن بابا مرد رفت، و نه، بابا نمرده، بابا در وجود همه هست. بابا نمرده، بابا در وجود همه هست. بابا اینجا
الان شما مثلا یک اینجا شما میخواستید تشریف بیارید، هنوز تلگراف نیومده بود. من 24 ساعت جلوترش تو این حیاط همین پایین نشسته بودم رو صندلی. گفتم گاهی وقتی بابا رو یاد میکنم به هم چی شد. گفتم خدایا بابا، اگر اون حالتی که خودت در پشت دیدگان چشمت این دنیا رو میبینی، اگه ما یک دقیقه ما اون حالتی که در چشمای خودت این دنیا رو میدیدی چقدر خوب بود، به ما نشون میدادید خوب بود. و بابا این دنیا و بابا غیر از عشق چیز دیگه ای نیست. بعد از رفتم این سرم رفت در اون حالت. نمیخوام بگم تظاهر بکنم که من شاید چیزهایی میبینم، ندیدم، هیچی ندیدم، فقط این چشمام رفت بالا رو آسمان، همینجوره یک دقیقه واسداد شاید یه چیزهایی ببینم، چیزی ندیدم. اما بعد از 24 ساعت دیدم تلگراف اومد، شما دارید میاید. و بابا غیر از عشق چیز دیگه ای نداد به من، اینقدر به من ثابت کرد که بابا عشقه و خدمته و شما رو در منزل ما هدایت کرد. و واقعا من خیلی متشکرم از شما که تشریف آوردید در این منزل و از ما فیلم برداری کردید و از گفته های ما ضبط کردید. خیلی ممنون هستم و من قدم شما رو که عشق هست بابا به خونه ما هدایت کرده میبوسم و جای بابا میگم به تمام بابا دوستا، به شنونده ها و تمام بیننده ها، جای بابا. من یه عکسی دیده بودم اونجا در گروپاساد عکس میفروختن. من یه عکسی دیده بودم، خیلی عکس دیگه عکس بابا رو دیده بودم. این فرم عکس رو تو خونمون نداشتیم، خیلی دلم میخواست و به خدا یارم هرچی میگفتم خودم که زبون اونا رو سرم نمیشد، پولم که نمیشناختم، هیچی در اونجا دلم دیدم میخواستم. بگم تو این بگم؟ نه بگی. این عکس دلم خیلی میخواست و به قولن اگه بخوام تکرار بکنم شاید نتونم دیگه. این عکس خیلی دلم میخواست، زبون سرم نمیشد و پولم نمیشناختم. این عکس میخواستم، یه 2-3 دفعه به خدایار گفتم، شلوغ بود یا درست به حرفم توجه نداشت و یا مثلا میگفت خب بابا در دل هسته، عکس چی هست و اینا. اومدیم در بمبایی که اومدیم، من رفتیم برای سنتر بابا در بمبایی ها، برای سنتر بابا رفتیم. در سنتر بابا که رفتیم و صاحب سنتر چی میگن اون که متصدی سنتر دید من ناراحتم، گفت چرا خانم ناراحته؟ گفت والا یه عکسی میخواسته و من نگرفتم، همش داده او عکس میزنه. خدایار گفت که من یه عکسی دارم. صاحب سنتر گفت من یه عکسی دارم، این عکس بهشون میدم، یعنی به من میده. خودم عظمت این عکس نمیدونستم و این عکس خیلی که من میخواستم این نیست. این صاحب سنتر گفت این عکس بابا خودش تبرک کرده داده برای سنتر و من اینو میدم برای شما، یعنی میده برای من وقتی که این عکس به من داد دیدم مثل بابا هست و خیلی هم دوست داشتم، اما اینقدر عظمتش نمیدونستم. موقعی که این عکس به من داد، هر موقعی که می اومدم جلو عکس با میستادم یا مناجاتش میخوندم یا نگاه کردم تو عکسش، دیدم همین حالا اگه شما نگاه بکنید چیزا میبینید، چیزا میدیدم در این عکس. روز جمعه بود، من همیشه میگم 11 بوده، یعنی در 11 یعنی ساعت 11 بود و برج 11 بود، مثل که اینجور چیزی بود. بله خلاصه ساعت 11 جمعه بود و ما خبر نداشتیم. شبم جلسه داشتیم، جمعه که جلسه هست خب در مثلا ایران روزای جمعه جلسه هست.
ما خبر نداشتیم که این اتفاق افتاده. و یک نفر جلسه ما می اومد، مرد بود، بهایی هم بود، می اومد و می رفت، از گفته های بابام می گفت و اینا. خلاصه کاری نداشتیم. اون شب که بابا این اتفاق واسش افتاده بود، من در جلسه یه خورده نشستم و پا شدم عقب کار، رفتم عقب کارم. خدایار به اون مرد گفت که تو واقعا میخوای عظمت بابا رو ببینی؟ تو این عکس نگاه کن ببین چی میبینی. این مرد تا نگاه کرد در این عکس، نگاه کرد، قرمز علامت خطره. خدا سر شد. چند روزی هم ما خودمونم نگاه میکردیم در این عکس بابا، اصلا قرمز میدید. و حالا بگید. Reel 73. این عکس تبرک کرده باباست که میبینید و این در موقعی که بابا به حساب در پرده رفت، ساعت 11 بود که بابا در پرده رفته بود. روز جمعه بود، ما شب جلسه داشتیم اینجا، خبرم نداشتیم که بابا در پرده رفته. مثلا یک نفر بهایی بود اومد منزل ما گفتیم که این 2-3 هفته می اومد، گاهی وقتی می اومد، 2-3 جلسه اومده بود، حرف زده بود. اون هفته که اومد از گفته های بابا که بهش می گفتیم مثلا درست ایمون داشت و نداشت کاری نداشتیم. خدایار در اومد گفت که اگه خیلی ایمون سوس هست نگاه بکن در این عکس، ببین این عکس خودش بهت میگه این عکس چی میبینی در این عکس. نگاه کرد گفت اوه این خطره، من قرمز دارم میبینم، خطر میبینه. ما که خبر نداشتیم چه اتفاقی افتاده بود، خودمونم نگاه کردیم دیدیم بله این عکس خطر، قرمزه، داره قرمز نشون میده و اینا. ناراحت شدیم و نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده. فردا صبح دیدیم ساعت 8 بود 9 بود، تلگراف اومد واسه ما که بابا در قلب رفته در پرده و در قلب دوستانش برای همیشه هست. و ناراحت شدیم و اینا. جای بابا. Myself, Abdullah. When I say begin. Begin. Myself, Abdullah Pakravan, was happy to meet Mr. Lack and brother Dr. Shafaha in Bandar Abbas, and today, at his request, I am telling a brief story how I went to India and joined Meher Ashram of Meher Baba. I don't remember quite exactly the date, but I think it was something about beginning of 1927. I was living in Bandar-e-Linga. I received a journal named Hablul Mateen, was printed in Calcutta. There was a notice in it that a high school, Babajan High School in Ahmadnagar, accepts students free lodging and boarding. As I was, after getting more knowledge and studies, therefore I intended without delay and went to Bombay and then to Ahmadnagar and to the school. Hardly about my age was 16 to 17. Begin? No, Reel 74. Hardly my age at that time when I joined the school was 16 to 17. At the beginning, at my own desire, I lived alone in separate hut that was given to me, not mixed with the boys in the ashram. But some time passed. One day, Baba himself saw me there at my tent
and he told me that you go up and join ashram, it's better for you. I said, I have more times here for my studies, but anyhow, I agreed and joined the boys up. Well, we were going to school and studying for a few months. Then it was scheduled that every day a spiritual class to be held, and some knowledge of the prophets and the saints was narrated and given to us. One day Baba himself joined our class in the evening, and he gave us a lecture about the love of God, and be done and given by the perfect master to the desirous pupil. And he pointed to me that if I like, he would make a gold of me. Well, the class was closed and many days passed. Then my experience in this line was that one day at the lunch time I got changed in this way that I felt something like whirling around me and a shiver of body and crying highly, although it was not winter and I had no cold and I was not sick. And in the meantime that I was crying highly, I felt that I am seeing at distance a flame-like light. And then Baba was reported my case. He came up and ordered a rest for me, and then I rested. But from that moment onward, my whole nature was changed regarding the school and books and reading and all. I disliked it, and I didn't care about the body or the clothes or food and like this, and went into a meditation, all sitting always in a corner and meditating, till it lasted a few months, that one evening I fell in a faint, something like that, when I was removed and taken to my room, and the last reel 74 didn't work out, so we're going to have another reel called 74. The reel 74 began. my age at the time of joining the school, I believe hardly was 16 to 17. And in the beginning, I did not attend and mix the boys in the ashram, but requested for a separate room to have more time for studying, because there were other two men also, elderly, that they're living separate and not in the ashram with the boys. For a time I stayed like that and joined the school. So one day Baba himself called me and said, I think it's better for you to go up and join the mess, the ashram. And I agreed.
and went up. This continued till a schedule was made that after the school closes, we have a spiritual class that is say for Hindus to describe by a teacher of their language, for us Iranians and others another teacher saying about Prophet of Islam, saying about Hafiz, saying about Jalaluddin Rumi, and so. One day Baba himself joined this class and he explained to the boys about the love of God and how this love can be ministered to the aspirant. And especially he pointed to me that I see in you a man you can be, and I can make of you gold. I was, of course, interested and impressed on it, but days passed till one day, unknowingly, at the lunchtime, my what I can say, I was changed suddenly. An incident happened. To me, it was so crying unintendedly and shivering, although it was no winter. I was not sick, and I felt giddy, such as that everything around me was spinning and whirling and crying and crying. So I was removed from there, and in the room was covered by a blanket, and informed Baba and himself had come up, and he patted me, and I got up, and he ordered for a tumbler of milk to be given to me and have a rest. Moment everything was changed. Then I couldn't go to school. I didn't like the books. I didn't like to read. I didn't like to mix with people. I didn't care for my body, my clothes, or my sleep and food. This continued for some time, and I was in a sad state, always meditating and all alone here and there. When one day in the evening it happened that I fainted. The real 75. In the spiritual class that one day Baba himself joined, he began lecturing on love of God and how it is obtained, that he mentioned a perfect master can give to the aspirant. And he pointed to me between the boys that I will make a gold of you. On hearing this, as I was liking to get that love, I was impressed so much and was interested in. Therefore, days passed, of course, and that class and lecture and education all was continuing. One day, suddenly, unknowingly, at the lunchtime, I felt a change in my body, I can say. That at once, I saw everything around me is whirling and spinning. My body is shivering, although it was not a winter or I was not sick, and began unintendedly crying highly and highly. So I was taken from the dining room to the lodge, and I was covered, and Baba was informed that this has happened to me, and he himself had come up, and when they told me that Baba is at your side, I got up and kissed his hands and changed in as crying. Of course, I was still crying, but I felt happy that he is just near to me. He patted me and he ordered a tumbler of milk was given to me, and he take rest, complete rest. But from that moment, everything was changed with me. I then did not like to read. I did not like to go to school. I felt not to mix with the boys. I don't like. I wanted all solitude, and sitting in a corner always meditating and thinking on God, on Baba, what he said and what had happened to me. It was passing
which the time exactly I don't know. This I have written in an attachment to a book named Kashf al-Haqa'iq that Mr. Afsari wrote that book about the school. I wrote my life and it is attached to that book. You can refer and see the dates of my joining, the dates of these incidents and the happenings and all. I have written there in full and complete details. After some time, one day evening when Baba was lecturing for people and the students also were sitting on the platform, I felt as a faint, and then I did not know what happened, that I was moved to a room and again given rest. All right, we'll continue repeating the last sentence. Reel 76. Begin. I was taken to a room adjacent to the dispensary and gave complete rest. Here one point I had not mentioned when at the lunch that happened. In the meantime that I was so crying and shivering, I was feeling that seeing at the distance a flame of light. I was closing my eyes, I was seeing, I was opening my eyes, I was seeing at a distance a flame, a light. Of course it continued that day, but then when I went into meditation and sober sad and all, then the flame was not there to see as I was seeing on that day. Well, anyhow, this rest after fainting was for a few days when I was recovered. And they told me that Baba mentioned to Mandalis that this progress and this happening to this boy is nearly equal to progressing to the 6th stage in the spiritual line, and called me as Chota Baba. Chota Baba. He was Meher Baba, the big Baba, and I was the Chota Baba. This is a small Baba. Chota is a small. Huh? Well, after recovering this, that again I like to eat, again I like to sit and talk, to wash myself, to change my dress and all. And Baba ordered a separate room for me and whatever I wanted of books to read and all. But in the meantime, I had a fast in this way that only in 24 hours I ate once at 10 a.m. every day only. And for some time also I observed fast of not speaking with others. It was all under his orders. Here I can say what I came to know about Baba, that after his perfection he observed 3 things not to do. 1, not to write, 1, not to touch coins, and 1, not to talk. He gave his full lectures even on a board of ABC that was typed and pasted on a board, and one of the monthly, whenever he wanted to utter, to speak, to give a lecture, to give an order, he used that board with finger pointing on the words A, B, C and like that, or with other gestures. This of Baba. About this time, something happened regarding other boys, that one was Ali, the hero was named, that his story comes in Sobs and Throbs. Fathers and parents who were in Bombay, they came. Reel 77. Begin. The parents of boys who had come from Bombay, they had come to take their boys back to their home. They had a misunderstanding about the school and what was going in Prem Ashram. They were on the understanding that there is a conversion. Therefore, when they took their boys,
although it was explained to them all about the situation, but they did not accept and took their boys. So by order of Baba, this school was closed, and Mr. Afsari wrote a book about all these happenings and what was going on and named it as Kashful Haqaiq. But of course I stayed with Baba and Mandali, and then Baba determined to go on tours and make journeys and voyages all over the world. The first, when I was there, it was a journey up to Kashmir, where we stayed mountain above a village about a month, I believe, and then returned via Bombay and came. It was his second voyage to Iran that I was accompanying him. Sometime before he had come once to Iran. This was his second. So I was with them, and we went in Isfahan, stayed about 2 months there. From Isfahan, by his permission, and as I desired and requested him, I departed and stayed in Iran, and they left for India back via Zahedan. Just to come back a little bit to the continuation of Reel 77. Begin. My first impression when I arrived at Ahmednagar, of course, at that age, and not seeing previously Baba or gurus or masters, I had no idea about the master and the spiritual states of men. Really speaking, when I saw that Hindu boys fell at his feet and kissed his feet, myself being a Muslim and had not seen this, really I can say that I did not like it. For some time I was not accustomed to. I had seen that for a big man we kiss hand only but not feet, and I thought that it is a man worship. But after that, where I explained about the spiritual lectures in the class and my state and the changes that happened into me, I acknowledged and agreed that he is a big man in spirit and all other things that I saw, that sometime for 3 months he would observe fast, not eating solid food. Reel 78. Not eating solid food, even in jailing himself, say for 3 months even in one room, not going out. This was too much, and it was the greatness of the spirit and soul and power of spirituality of him. During these months that I was there in a school, a member of Mandali was sent to England to call for boys to come and join. One man by name Meredith Starr and 2 ladies came with him from England to see the situation and the school and all. And they stayed for months. They were impressed from the life of Baba and his mode of living and teachings and all, that they were changed and became as we were living. They sat on ground, they walked barefooted, they ate as we ate, and I remember that after they left and returned to England, they said that they had arranged a house in England to facilitate for spiritual people, sadhus, yogis, who perhaps go to England, it happens, and they may have no good place, to give them residence and help them in all these ways. And this was... Yes, continue on. This is what we were going to say about that. Yes. And this was continuation of Reel 78.
Began. And this was sure life with Baba for those months that they were there, and they had taken the result. Now regarding myself, I think that I forgot to mention a point, that when I was meditating and all solitude and in loneliness, and I had no care for food or body or clothes, even it would happen that suppose in monsoon, the rain showering, I did not care even to go out of the rain or to another shelter. Or suppose it was lunchtime or dinner time, I did not care myself to go and feed myself. They would call me, they would remind me, they would shift me from here and there. Even from under the rain, I remember one day that I was sitting, it was monsoon time, it was raining heavily. I did not regard the rain, and so somebody came and tells me, "What are you sitting in rain? You are all wet. Get up, get up. It is lunchtime, it is dinner time." And all these days was passing in this point. Why did you not have any regard to the rain? Pardon? Why did you have no regard to the rain? I was not caring. It was not intendedly. It was naturally. Even in the sun, I would sit somewhere. It was shadowed, but then the shadow may go and it was all sunshine. Rule 79. Begin. You may ask the reasons that why I did not care for food or sit in sunshine or in rain even. I can explain to this extent that to do these things, I practiced as yoga to get some power, suppose, to can tolerate and sit in sunshine. Then my belief is this, that due to the love that was given and the change of states happened in me, created of not caring for heat or wet or hunger or these things. It was from within. I did not mind it. Bale? Najana. Continuation of Rule 79. Begin. This state was so happy to me because I did not do this for any purpose, for any body, for any aim, but it was from within and was natural, and therefore I could stand it, not trying to stand it even, but as it is passing, it was passing the hours and days in this state. You can. All right. Continuation of 379. Yes. Somewhere I mentioned that when I happened to faint, Baba had told around him that I was raised up to 6th plane. But what I have to say is this, that after I recovered and was still staying with him till I left and departed, I did not get more raise, and actually I can say that I did not preserve it. Now I haven't got anything with me. What I heard from lectures of Baba, that people may have these experiences and spiritual result even in many lives that they to come again and again. And in my case, either counting my
age, underage, or any other reasons. It was his intention and his decision to stop it, and even this disappearance that I have now. And maybe I can say in my second life, in my third life, I will begin again to attain the goal that is destined, and I hope so. But unfortunately, at the present, We'll continue. Real 80. begin. But unfortunately, I did not preserve what I had attained in the path, and to some extent or the whole, even I can say that disappeared. But I can say that I got a precious result from the life with Baba that I had during those years and in the ashram, that even I departed from him, and the disappearance of the attaining in the path, I got the character of life in the world, the worldly life, in trade, in business, in community, with the neighbor, friends, trading and all, that I have chosen the path of righteousness, truthfulness, sincerity, and even not a liking to materials and worldly things. Others can say, and I will say the truth, that although I could have lands, houses in Bandar Abbas, today I am living in a rental house. I have not an inch of land in Bandar Abbas and no property. Of course, I am working hard, and there is a result of working hard, but the money is spent in other ways that doesn't need description. Even I accepted to work as honorary and free for the Red Lion and Son of Iran. It's nearly 27 years without taking a penny as salary or reward or anything like this. And this Red Lion and Son, as you know, is at the service of humanity and at the best aid that can give to the needy at times of disaster. And I am happy that this result that I have, it is due to that life and due to the love that Baba gave, and he minded this. I am very happy about this. When you were in the prison, was there any, did Baba ever send a message to you, or was there ever a message that you sent to Baba at that time? No connection could be got. Nobody was allowed to meet us. Did you ever think of Baba then? At that time? Of course, the story of life comes back to the mind. And in all these years, since the time of the Prem Ashram, did you ever have a desire to see Baba again? No. Have you had any Just dreams? to have intention to make a voyage and go back to India and see him. again, yes, you know, to see him again. Have you ever missed him? You know, like miss a No, friend? it was not just a missing. No. Have you had any dreams from Baba, or did Baba ever write to you? Did he ever send you any telegrams or letters or anything? I think I got, then in Bandar Abbas I was with Mr. Mirji. Mirji had here a farm and he wanted to go to India to see the parents and all. I was managing his work for many years. We were together.
And we would get, I think, at the birthday, it was a birthday, these programs will be, that the lovers or Mandleys and people around, they want to come and join on such and such date and such and such place. Did you ever, but just coming back, I think you were going to say something about this, that you said you didn't have any desire to see Baba ever again from the time that you left him? I was so satisfied that I have got much of him to that extent. Baba saturated. And ever since then, you never had any more inner experience. Is that true? You never had any more of the inner experience? Actually, no. That different of the life that you get up and eat and work and sleep and all, no. Just ordinary everyday experience. Do you have anything else to ask? What else would be good to say? Do you have anything more that you would like to say about what you can remember with Baba in the Prem Ashram, or any instructions that he gave you? Did he ever give you any orders? No. At the time? Fasting, gave you fasting when? Yes, that I had. Other than what we mentioned, other than what was said? No. Okay, 1 second. Let me just... Without wife or children around me, it's a power of bearing the life that everybody can't do it. There are many persons that they may be living still more than me. Oh, of course. I think it's not in general. من عبدالله پاکروان فعلا ساکن بندر عباس، شمه‌ای به زبان انگلیسی تاریخچه رفتنم به هندوستان و شرکت در مدرسه عالی بابا جان که از طرف شطمهر بابا اداره میشد بیان کردم برای اینکه برادران فارسی زبانم بریان تا حدودی مطلع بشوند. خیلی مختصر عرض میکنم که من از بندر لنگه که محل اقامتم بود رفتم به این مدرسه در اثر یه آگهی که در روزنامه حبل متین چاپ کلکته دیدم و در مدرسه کلیه لوازم و جا و غذا مجانی و رایگان بود و در این مدرسه از هر نژاد، هر طبقه و هر کشوری شاگردو میپذیرفتند و همگی برادروار و مانند اینکه از یک کیش و آیین هستند با هم می نشستند و می خوردند و زندگی می کردند. زیرا اشاره اگه به این بکنیم که در هندوستان طبقه‌ای هست که اونها را نجس ها می خوانند و شاید حالا خیلی تغییر کرده باشه، ولی بود که برهمن ها از تماس با اینها پرهیز می کردند و یکی از ایده های شطمهر بابا همین بود که در یک سفره نجس و پاک و برهمن و مسلمان، شیعه و سنی بنشیند و بدون اینکه تفاوتی با هم داشته باشند و با هم زندگی بکنند و در حقیقت شاید بنیان این مدرسه بر این اساس بود. به هر حال من سعادت داشتم که در چند مدتی که اونجا بودم از لحاظ روحانیت که به وسیله خود شطمهر بابا اداره میشد این عالم در اطرافش و در مدرسه هم سرایت داده بودند، بنده به سعادت رسیدم که به درجاتی
از نظر روحانیت نائل بشوم. اگرچه امروز بنده خود را یک روحانی یا یک معلم و استاد روحانی نمیدانم و همون اندازه هم برام از لحاظ اون سنین 16-17 ساله بسیار زیاد بوده، ولی این نتیجه ارزنده میتوانم برای برادران و دوستانم بگویم داشته که اون برای من یک سرمایه بزرگتر از جنبه روحانیتش هست. سرمایه ارزنده است، بسیار ارزش داره و این خودستایی نباشد در نتیجه اون زندگی و دیدن اون زندگانی برای من دست داده که در دنیا و زندگی مادی که عبارت از تشکیل خانواده است، نشستن با همسایه است، کسب و کار با کاسبکار هست و عرض کنم داد و ستد، در اینها و در این موارد همه یک صداقت و یک راستی و یک درستی و یک امانتداری لازم است که امیدوارم همه داشته، خصوصا هم کلاس بودن و سعادت اون زندگی داشتن، اونها هم مستفید شده باشند و دارا باشند و به دیگران هم توصیه میکنم که سعی کنند دارا باشند این صفات که سرمایه بسیار بزرگ و پرارزشی است. نتیجه میگیرم و خوشوقتم و خدای را سپاس میگذارم که اثرات اون زندگی بر من این بود. علاقه به مادیات به اون اندازه ندارم که باعث مفسده باشد. تعریف از خود نباشه، امروز که در شهر بندرعباس بنده هستم و این شهر رشد کرده و خیلی ها صاحب چیز هستن، بنده یک وجب زمین هم برای خودم تهیه نکردم. شاید کسانی بگویند خیلی بی دست و پا بودی، ولی خیر اینطور نیست. زیرا در طول زندگی که در بندرعباس هستم بنده به وکالت مجلس انتخاب شدم، پس بی دست و پا نبودم، ولی روی اثرات اون زندگی روحانی فت ماده پرستی از من دور شد و این سرمایه بزرگی است برای من. بنابراین وقتی ماده پرستی نداشتم، مفسده هم در زندگی خوشبختانه به وجود نیامده و با احساس باطنی منو کشنده به اونجا که حاضر شدم. در حدود 26-7 سال است مدیریت عاملی جمعیت شیر خورشید سرخ بندرعباس به عهده دارم، بدون دریافت دیناری حقوق و یا پاداش، فقط به خاطر خدمت به خلق و در پیشبرد هدفهای بزرگ این جمعیت که کمک به عموم هست و سعی کردن برسوندن کمک در مواقع بروز حوادث به نقاط مختلف، به اشخاص مختلف و راهنمایی های بسیار برای طبقه مستمند و محتاج. ولی عرض کردم که این خودستایی نباشد و حمله بر خودستایی نشود. فقط خوشحالم و سپاسگزارم از درگاه الهی که این نتایج بزرگ و مفید اون زندگی بود. اون زندگی چنین سرمایه‌ای به من داده است و هستم. امیدوارم همه برادران و همه انسانها دارای صفات خوب و نیک باشند که در جنب هم اون چه خدا خواسته، اون چه ادیان میخواهند، در جنب یکدیگر در صلح و صفا و خیر و خوبی زندگی بکنند. متشکرم. ممکنه بفرمایید که مختصری از اون تجربیاتی که داشتید و اینکه آیا هیچی از اون تجربیات باهاتون هست یا نیست؟ تجربیات عرض کنم که میاد برای انسان و طبعاً تجربه میماند، چنان که زندگی همه بر تجربه است، ولی در اون صورتی که در روحانیت و تصوف تلقی میشه که یک نفر در راه روحانیت و در راه ریاضت میرود، دنباله خواهد داشت. از من اعتراف میکنم که در اونجا قطع شد، ولی
اثراتش همین هایی که بیان کردم بزرگترین اثراتی است که از اون مونده، محو نابود نمی شود هیچ، تا تغییر وضع و شکل خواهد داد. و در بند این بیان کنم که اون تغییر شکل پیدا کرد از اون صورت انزوا به این صورت زندگی در دنیا، تشکیل خانواده و با دیگران برخورد داشتن و تماس، ولی تکیه بر اساس و جوهر اون تجربه روحانی است. In my case, being on the path, and we explained up to 7th plane, 6th and not 7th, excuse me, in the spiritual path, I can say that where I said that the things changed with me and can say that disappeared or stopped, it is in this sense that the spirit of the thing, Real 81. in my case where I explained about the spiritual path and attaining to 6th plane and then returning to the worldly life, it doesn't mean that everything vanishes, disappears totally. The substance of all experience remains with one man, and there is some sort of change of the state. That is, when one returns to the world and he marries, he makes bargain, trade, deals with money here and there, service, working, employment and all that. Of course, he is not in the path actually, but he has got the substance of the spiritual experience with him, that it affects his daily life in the community. And such was for me, that the result of that life and experience created in me truthfulness, faithfulness, sincerity, and loving work for the sake of work and service to humankind, his brothers and sisters, to his country, to the welfare of the people. And this is a great and precious capital for one man. And I can say to other brothers, and especially who were with me in the school, that I hope that they have the success even as I have. This is a happiness to me. I am so happy and greatly can boast and that what Baba gave to me during that time, now I am rejoicing its result, its precious result. That is, I put in force in my daily life. I deal with people through, I give and take with truthfulness, with sincerity. There is no lie in my life, there is no cheating in my life, and not I say, but I hope that you can collect this from others, friends and everybody in my place and all over my country who know me, of course. And I hope that other brothers also take this advice and try to collect this capital in their life throughout, I hope. Thanks.